هلو گایز، خیلی خوش اومدید به قسمت دیگر DLC رزیدنت ایول 4 ریمیک داستان ایدا وونگ سپرت ویز. دوستان برای پیشرفت من لطفا سابسکرایب کنین، کامنت انگلیسی بزنین که یوتیوب شما ربات تشخیص نده و خدا نکنه آنفالو نشین. زنگوله رو به صدا در بیارین که ویدیو جدید گذاشتیم یا پخش زنده گذاشتیم براتون اطلاع رسانی بشه. دمتون گرم، بزن بریم. خب آخرین بارم که خریدمون هم مرچنت کردیم، میریم ادامه. یک مقدارم من تیر بسازم. خب این میره تو استوریج. ماهی میفروشه، اسپریا رو استفاده نمیکنه. خوبه. معما اینجا هم 3 سوت قشنگ براتون در میاد. ایزی پیزی. Do you know who I am? میدونی من کیم؟ گاد محمد اینجاست. گاد محمد نمیشناسین؟ این واسه این که بدونین معما اینجا چی هستش. خب داخل روی این برگه توضیح دادم، اما من چون میدونم اینو نگاه نمیکنم. اینه حالا فهمیدین؟ نکس ایزی پیزی. یه سری مادا این آرمورا حمله میکردن به ما، اتک میدادن، الان حمله نمیکنن. چرا؟ خب جالبه. کل آیتم ها رو لوت زدیم. الله. خب جوهر قرمز. You can stop right there, Leon. لیون چرا ریش گذاشتی؟ بیا اینجا، میخوام به کتکت بزنم. بعد 6 سال چرا این شکلی شدی؟ الان لیون میگه ژیلت گرون شده دیگه. چیکار کنیم بچه‌ها؟ بعد سابسکرایب کنن بریم ژیلت بخریم. Cheers, that is one hell of a greeting, Ada. You don't seem surprised. Interesting. Try using knives next time. Better for close encounters. Not a bad move. Very smooth. So who are you working for this time? این دفعه برای کی کار میکنی؟ او لیون. You know I don't work in town. میدونی برای کی کار میکنی؟ زامبی شدیم به لحظه. Leave the girl. She's lost no matter what. یعنی میگه اشیر بیخیال شد، دیگه دست رفته. You walk away now. And who knows? Maybe you'll live to meet me again. And then I might get you that greeting you were looking for. You think I'm gonna give up that easy? تسلیم میشم. Right. خب الان دیگه لیون میپیچونه مثل دفعات قبل که لیون میپیچون. بله همین راحتی. بای بای لیون جون. See you around, Leon. بعدا میبینم لیون جونه. بله. اینجا موزیک قدیمی میاد اما ریمیک شدهش خیلی زیباست. به به بسیار زیباست. قسمت لیون وقتی وارد جزیره می شده این موزیک می اومد. تو سری قدیمی رزیدنت ایول سال 2005 فیکس با لیون وارد جزیره می شده همین موزیک می اومد. روی هم مثلا ریمیک شده شد. به به. ایدا میگه احساس بعدی دارم، باید هم احساس بعدی داشته باشی.
things. حال کردی اینجا قسمت اینجا شو اسپیدران اومدم. نه اسپیدرانش. اسپیدران همراه گاد محمد. عزت ببری. Okay, now for the second ingredient. خب نایس. سیلور باتل بطری نقره رو گرفت. استگر شو یه اتک بخور یه نگت زیبا و حتی بخور استگر شو یه نگت بخور استگر شو حالا میمیری. دست سگه میمیری. بمیر پدر گاییده بمیر. حال کردیم پدرشون رو گاییدم. خب اینه اینجا میزنیم و میرم این قسمت. کلید نداریم که کونه اشیری بکنیم داخل قبول نمیکنه. به جا کلید. اوه اینجا زناکده. اینجا انمیا میریزن رود. سریع رگبار بگیریشون زیر تیر پاره کنی همه رو. اینجا رحم نمیکنه. به جلو تخم سگ به جلو. چه گوی میخواستی بخوری تو ها؟ در تا بخواه اینجا بزرگ نمایی نکن تورم بزنم. این تیر کمون داره رو باید حواستون باشه. اینو دریافت کن. از اونجا میخوای با بوگان بزنی که راست بود دستته. ای پدرتو گاییدم. مامانت هم باشه بهتر رو البته. به یکی برخوردیم فکرم رفیقش بود. حتی بخواه کیموچی نو. من نمیخوام فلش گرینید استفاده کنم دارم به اینا آوانس میدم. فلش گرینید استفاده نکردم وگرنه پوست اینا زودتر بندم. اینم از این کونه همه رو جر داده ایدا مدرک کونجر دهنده داره دیگه. مدرک خیلی زیباییه. الکساندریت. البته این قسمت رو نرفتیم. بذار این قسمت رو بریم. این قسمت این بره برویم. اینجا اومدیم اینجا بعد این طلاییه رو بذاریم که اون بر باز بشه. اینجا ترژر داره. شطرنج. واقعا هم رنج میبری. یعنی اونی که باخت میده رنج میبره دیگه. بخاطر این شطرنج اسمش دیگه. باید زیاد فکر کنی رنج ببری. All right, one ingredient left. خیلی خوب I reserve some items just for you. گاهت تا بخواه مرچنت. اینجا رو لوت کنیم الان میاییم بعد پیش مرچنت. Okay, Louise, that's two. Last one should be in a room accessible from the castle wall. You bring them all to the top of the wall, and I'll have your amber. Oh, and here's some more info I've recovered about that old rock. Sending it now. خب گوه مفت خورد. بله نسبت شما بله چیز زیادی نگفت لوئیس.
سگ پدرفیش بوده. دیدین چه فرار میکرد؟ سگ پدرفیش ها این قسمت خیلی سرعتشون بالا. خب ترژرها رو برمیداریم از این قسمت. کلا قایم پدر سگ. خب خب ترژر گرفتیم که حالا بتونیم پیش مرچنت اینا رو بفروشیم. چجوری میخنده؟ انگار در مرچنت گذاشتن. یه جور میخنده که انگار مثلا ماهی بهم بده چند تا. اونو نمیخوام. اونو شیاف کن خودت مرچنت جون. باروتی که دادی حل بود. خب ریلودم بزنیم. این چیه؟ بلومیدالین 7 اسپاینل میده بعد 5 تا را بزنیم. اوکی چشم. برای ادامه میزنیم. مرسی از دوستان که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردن. دوستان برای پیشرفت حتما سابسکرایب کنین، کامنت انگلیسی بزنید که یوتیوب شما رو ربات تشخیص نده. و تا یک ویدیو دیگه خدایا رو نگهدار. گودبای گایز.